جوونا ته دلتون رو یه خالی نکنن. خدا با ماست. آیه 110 سوره یوسف فرمود از استیأس الرسل، پیغمبران مایوس میشن انقدر نصرت بعضی موقع عقب میفته. تا همینجا نه، فرمود قرآن کریم فرمود قد کذبوا، کار پیغمبران به تکذیب میکشه، میگه نکنه نبود خبری، نکن. امام صادق ما در ذیل این آیه میفرماید پیغمبران میگن نکنه این شیطان بود با ما حرف میزد. کار به اینجا که برسه خداوند متعال میگه جاءهم نصرنا، نصر ما میاد اینها رو نجاتشون میده. مردم ما خدا داریم، مگه غیر از اینه؟ بچه رو بغل گرفته میگه خاک میخوریم، نمیذاریم آقا از حرفش کوتاه بیاد، خاک میخوریم، پشت ولایت رو خالی نمیکنیم. خدا از این مادرها دست برمیداره؟ دست بر نمیداره. این نظام صاحب داره، صاحبش هم بقیه‌تون. کی گفته امسال سال 47 انقلاب ماست؟ سال 47 انقلاب ما نیست، سال 1447 این سال انقلاب ما مبارکه. انقلاب ما از کنار مادرمون تو کوچه ها شروع شد. اینجوری یا نه؟ یا علی وده حیدر حیدر.